افراد باشه. بعد بریم یه برنامه رو ببینیم در مورد نمایشگاهی که در مورد وبسایت علنگو برگزار شده که در اون کارهای تعدادی از هنرمندایی که تو این وبسایت کار میکنن به نمایش گذاشته شدن. خیلی وقتا ماها هممون این تجربه رو داشتیم که خواستیم بریم خرید کنیم، رفتیم داخل مغازه، احساس کردیم همه چیز شبیه همه، هر چیزی که نگاه میکنیم توی مغازه دیگه هم هست و دوست داشتیم یه چیزی بخریم که یونیک باشه. حالا جایی که امروز اومدیم مربوط میشه به وبسایت علنگو که چیکار میکنه؟ این فرصت رو به دیزاینرها و طراحای ایرانی در سراسر دنیا میده که بتونن وسایلشون و دیزایناشون رو که میتونه از جواهرات باشه که جواهرات مختلفه یا لباس رو توی این وبسایت به فروش برسونن. البته کارشون باید خیلی تک باشه. من گلشید مولا هستم، بنیانگذار پلتفرم alangoo.com یا وبسایت alangoo.com که یک شرکت آمریکایی هستش در نیویورک تأسیس شده با هدف اینکه معرفی بکنه یا پروموت بکنه، کلاً شوکیس بکنه آرتیستای ایرانی در سرتاسر دنیا که هنرهای پوشیدنی درست میکنن. حالا یا با دست درست میکنن که هندمیده یا اینکه خودشون دیزاین میکنن و به طور مستقل دیزاین میکنن و اینا ساخته میشه. کسایی که میتونن روی وبسایت alangoo.com کارشون رو شوکیس بکنن و بفروشن ایرانی هایی هستن که کارهای هنرهای پوشیدنی انجام میدن. کاراشون باید که الهام گرفته از فرهنگ، نه که باید، ولی خب ما دوست داریم که الهام گرفته از فرهنگ ایران باشه، یه حرفی در رابطه با ایران برای گفتن داشته باشه و اینکه تمام کسایی که مثلا ایرانی های ساکن خارج از ایران در هر جای دنیا که هستن میتونن از طریق این وبسایت با تمام این بچه‌ها و کارهای این بچه‌ها آشنا بشن و از طریق همون وبسایت از هر دیزاینری که دوستن یا هر کاری که دوستن خرید بکنن و هر جای دنیا که باشن دیزاینر این کارا رو برای اونا میفرسته یا حالا ما از طرف دیزاینر برای خریدارا میفرستیم. ما خیلی یک از میشن‌های اولیه پلتفرممون اصلا کامپانیمون اینه که فرهنگ ایرانی رو بتونیم از طریق‌های مختلف پروموت بکنیم به غیر ایرانی ها. ولی فرقی که این لاین با لاین های دیگه داره که خیلی شاید دارن این کار میکنن توی سرتاسر ایران حتی و خارج از ایران که ما خودمون هم داریم حمایتش میکنیم روی وبسایت، اینه که این کالکشن طراحی شده برای جوان‌تر، برای جنریشن جوان ایرانی هایی که خارج از ایران به دنیا آمدن، خارج از ایران و خب یه ذره مثل ماها نیستن، اون خاطرات رو ندارن، یه ذره کمتر وصلن به فرهنگ ایرانی و ما میخوایم اونا رو بیاریم وسط و اونا رو از طریق فشن تقریبا جذبشون بکنیم به فرهنگ ایران که دوباره کانکت بکنن با فرهنگشون. برای همین خیلی 2-3 سال بود که دنبال دیزاینر بودیم که بخواد که بتونیم که باش کار بکنیم برای همچین هدفی و خانم آزاده تاج و من باشون خیلی چند سال پیش کالکشن قبلیشون خیلی دوست داشتم، برام خیلی جالب بود و همشون هم بالاخره یه حرفی از ایران داره میزنه که در هدف ما بود. خب مثلا این خیلی بچه‌ها داستانش جالبه. این دوتا این اومده خواستگاری این آقاه، خب اینجا هم این اومده خواستگاری و از این ور مادر شوهرم اینجاست. مادر شوهر خوشحال نیست از این عروسه، این داماده داره این دوتا رو هم آشتی میده. خیلی بامزه است این. از اینجا تا به بیرجنس گداره. I'm Lauren Davis. I've been working for Alangoo for 3 years now. So when I first started working, I didn't know anything about Iranian culture. The media doesn't really tell you much about, you know, the underground art and cultural scene. It's so amazing that Alangoo brings that to the West, so people outside of, you know, a Persian background, Persian culture get to see what Iran has to offer in terms of fashion and art and wearable art. توی این برنامه که ما توی لندن گذاشتیم امروز 4 تا جولری دیزاینر یا طراح جواهر انتخاب کردیم که اولین باره که دارن شوکیس میشن یا دارن معرفی میشن. مثلا کار آقای محسن امینی کلا کاملا کار دست هستش و برگرفته شده از اشعار ایرانی که تمام این کالکشنی که اینجا دارین میبینین برگرفته شده از یه شعر حافظ. کار اصلیشون حرفه اصلیشون نقاشی هست و کلا از هنرمندان ساکن شیراز هستن که از سن خیلی پایین
اگزیبیشن ها و گالری های خودشون رو در شیراز میذاشتن. دیزاینر دیگه که میخواستم حتما بهتون معرفی بکنم آقای معین الدین شعشعی هست که من یکی از آرتیست هایی هست که من واقعا خودم کارشون رو واقعا دوست دارم. همه کارا که خب 100% کار دست هستش، ولی جالبیش اینه که مثلا بعضی از کارها از گبه گرفته شده که الان اینجا میبینید، یا بعضی از کارهای کالکشنشون مثلا از چیزای جنگی همینطور که میبینید این ستا، و هر کدوم از کارهایشون یه تم خاص ایرانی داره که جالب بود برای اینکه ما توی این ایونت کارشون رو شوکیس بکنیم. این کار قفل ایرانیه که باید وارد بکنید. رمزی که این کار رو باز میکنه هست این نیز بگذرد. اگه من این رو بذارم الان روی این نیز بگذرد، این قفل باز میشه و میتونید گردنتون بکنین گردن بندو. خانم فریش البارسکو که قبلا میدونم ازش تهیه شده، کاراش نشون داده شده روی شبکه شما توی ادینبرو، از آرتیستایی هستن که ما چند سال داریم باشون کار میکنیم و کلا کاراشون برگرفته شده از فرهنگ پاپ کالچر ایرانیه. مثلا کالکشن جدیدشون با سیگار بهمن کار شده. حالا بالاخره چیزی که تو فرهنگ ما بوده و ایشون از اینا انگیزه میگیرن و این کارها جولری و جواهرات رو میسازن. یا مثلا اینا که همه از برگرفته از پیکان و چیز تاکسیرانی ایرانه. خلاصه از محبوبیت کارشون به دلیل اینه که از فرهنگ پاپ ایران سرچشمه گرفته کار خانم البارسکو. آرتیست دیگه که باشون کار کردیم در این ایونت که بازم از آرتیستای جدیدی هستن که ما باشون کار میکنیم و اولین باره که داریم معرفیشون میکنیم، خانم نازیلا برخورداری هستش که کاراش مثل همه بچهای دیگه 100% کار دسته، یعنی با اره، همه اینا اره شده روی ورق نقره یا طلا. یه خط فارسی که استفاده میکنه از کاراش مثلا با آقای امینی فرق داره. خط فارسیه که به صورت مثلا با دستخط خودش کار شده به جای اینکه مثلا کالیگرافی یا خط نستعلیق باشه. غزاله شارچی هستم. حدود 3 سال هست که به صورت حرفه‌ای کار زیورات تزیینی میکنم که بهش میگیم کاستوم جولری دیزاین، و این دیزاینایی که در حال حاضر میبینین برگرفته شده از سالهای 1920 هستش، زمانی که خانم‌ها وارد اجتماع میشن، پوشششون تغییر میکنه، مدشون تغییر میکنه و یه جسارتی پیدا میکنن که متفاوت باشن. چیزی که برای من خیلی مهمه تو کارام اینه که کارهای من خیلی ظریفه، خیلی دقیقه و این ظرافت و زیبایی سالهای 1920 که لزن فول بهش گفته میشه، این اینسپایرشنش تو کار من خب خیلی زیاد هستش. از دانتل کله استفاده میکنم، دانتل یا لیس که خب خیلی فمینینیتی رو تو کارا نشون میده، باعث میشه که خانم ها انگار بیشتر خودشون رو میخوان نشون بدن و خیلی خوشحالم که دارم با علنگو کار میکنم. در کنار دیزاینرهای دیگه هر کی داره کار خودش رو میکنه، کار هر کی متفاوته، هر کی اون چیزی که دلش میخواد داره میگه، همه مجبور نیستن شبیه هم دیگه باشن و خب این چیزی که من خیلی دوست دارم روی این وبسایت. از پنجره منو دیدی مثل گل‌ها خندیدی. خب این هم از گالری امشب که من واقعا ازش لذت بردم. چیزایی که اینجا بودن خیلی تک بودن، تک تکشون رو من دوست داشتم. هم اینایی که اینجا هستن، هم اونایی که توی وبسایت هستن که شما راحت میتونین برین نگاه کنین و اون چیزی که دوست دارین رو انتخاب کنین، هم واسه خانم‌ها هم واسه آقایون. من که گوشوارمو خریدم و دارم میرم خونه، خیلی خوشحال و خورم. امیدوارم که شما هم از برنامه خوشتون اومده باشه. به چقدر طرح‌های خوب تو ایران و خارج از ایران داریم و چقدر این طرح‌هایی که تم ایرانی داره واقعا قشنگه. خیلی جالب، خیلی خوبه. خب حالا براتون از یه کمپانی فرانسوی بگیم که به صورت آنلاین از طریق وبسایتش کفش و زیورآلات میفروشه. این کمپانی برای 10مین سالگرد تأسیسش در پاریس اومده یه کار خیلی متفاوت انجام داده. بله، یه مسابقه 2 ترتیب دادن که با این تفاوت که خانم‌ها باید با کفش پاشنه بلند توی مسابقه میدویدن. پاشنه کفششون هم باید حداقل 8 سانتی متر می بوده. کسایی هم که می‌خواستن توی این مسابقه شرکت کنن تعدادشون اصلا کم نبوده. 22,000 نفر برای شرکت توی این مسابقه ثبت نام کردن که کمپانی در نهایت 72 نفرشون رو انتخاب میکنه. حسابی هم قبلش تمرین کردن که بتونن با این کفشا بدون. مسابقه هم روی یه فرش صورتی به طول 60 متر انجام شده. تیمی هم که برنده شدن خیلی خیلی خوشحال بودن، چون جایزه‌ای که برای برد توی این مسابقه دادن دل هر خانمی رو میتونه خوشحال کنه. بله، جایزه این کمپانی آنلاین به تیم برندش تامین کفش رایگان برای 10 ساله که خب خیلی خوب به نظر میاد. از طرف دیگه هم این کمپانی کفشش خیلی پرطرفداره. سارا میگم تو بیا برو شرکت کن توی این مسابقه. نه، من اگه برم شرکت کنم یعنی توی هم 2 دقیقه اول مش پام شکسته.
ولی اون 10 سال کفش مجانی و من خیلی واقعا عالیه. بگذاریم. قبل از اینکه این بخش رو تموم بکنیم بریم چند تا عکس ببینیم که توی این عکس‌ها زیبایی آسمان در شب، ستاره‌ها و راه شیری رو خیلی واضح میشه دید. عکاس این عکس‌ها یک راننده آمبولانس اهل روسیه است به نام بوریس که اومده این عکس‌ها رو تو شب از روسیه و گرجستان گرفته. بریم این عکس‌ها رو ببینیم، یه استراحت کوتاه می‌کنیم، با بخش بعدی زود برمیگردیم. خیلی خوش اومدیم به بخش دوم برنامه. یکی از چیزهایی که موقع سرویس و تعمیر کردن ماشین حسابی بهش توجه می‌کنیم که بهترین و گرون قیمت‌ترینش رو برای ماشینمون بخریم روغن موتور ماشینه. اما عوض کردن روغن و اینکه چه مدلی بگیریم همیشه دردسر و مشکلات خاص خودش داشته. اما حالا شرکت کاسترول یه روغنی رو طراحی کرده که فقط توی 90 ثانیه میتونید روغن ماشین رو عوض کنید. بله، کمپانی کاسترول توی این روغن از تکنولوژی شبیه به کارتریج پرینترها استفاده کرده و به غیر از این که با این روغن موتور جدید خیلی سریعتر میتونید روغن ماشین رو عوض بکنین، از طرف دیگه آلودگی خیلی کمتری رو نسبت به روغن موتورهای معمولی تولید میکنه و هر وقت که نیاز داشته باشین که روغن ماشینتون رو عوض بکنین این روغن رو دور نمیریزین، بلکه میتونین این روغن رو با یکم پردازش کردن دوباره قابل استفادهش کنین. اینم اضافه کنم که در حال حاضر این روغن فقط روی یک مدل خاص از آستون مارتین آزمایش شده و مهندسای شرکت کاسترول گفتن که بعد از آزمایش‌های نهایی این روغن رو برای همه ماشینا قابل استفاده می‌کنن. خیلی هم عالی. خب اینم یه بهونه برای اینکه بریم برنامه چرخ و موتور این هفته رو ببینیم و بیشتر راجع به ماشینا بدونیم. در چرخ و موتور این هفته 3 هاچبک خانواده‌ای رو با هم مقایسه می‌کنیم. اما ابتدا اخبار دنیای خودروها. توکیو برای نمایشگاه ماشین 2015 در ماه آینده آماده میشه. هوندا، تویوتا و نیسان خبر از رونمایی مدل‌های جدید در این نمایشگاه دادند. مکلارن اعلام کرد به مناسبت 50مین سال تولدش تعداد معدودی از مدل مخصوص 650 اس اسپایدر رو تولید خواهد کرد. این مدل $400,000 قیمت خواهد داشت. در پی رسوایی اخیر گروه فولکس واگن، این کمپانی خبر از ورود ماشین‌های تمام برقی در لیست محصولات آینده خودش داد. فراری قصد تولید مدل جدید برلینتا رو داره. این مدل که F12 TDF نام خواهد داشت 0 تا 100 کمتر از 2.9 ثانیه داره. طرح کانسپت آودی TT RS در خیابان هنگام تست دیده شد. این ماشین در سال 2017 با قیمت تقریبی $70,000 به بازار خواهد اومد. مشخصات فنی BMW M توی کوپه اعلام شد. موتور سلیتری، توان 364 اسب بخاری، گشتاور 465 نیوتن متری و 0 تا 104.5 ثانیه‌ای مشخصات اصلی این ماشین $68,000. در ادامه برنامه اوپل آسترا، سئات لئون و فورد فوکوس هاچبک رو با هم مقایسه می‌کنیم تا ببینیم کدوم یکی بالاتر وای میسته. کمبود جا در ماشین‌های هاچبک همیشه یک مشکل بوده و فورد فوکوس در مقایسه با دو رقیبش فضای کمتری داره. اگر سرنشین‌های عقب بخوان راحت بشینن، باید صندلی‌های سرنشین‌های جلو به جلو کشیده بشه. اما مشکل اصلی در فضای صندوق عقبه، چون فوکوس در مقایسه با آسترا و لئون صندوق کوچیکتری داره و در ضمن صندلی‌های عقب کاملا خوابیده نمیشن تا فضای بیشتری رو در صندوق عقب فراهم کنند. سئات لئون فضای بیشتری رو در صندوق عقب مهیا میکنه
و جای پای سرنشین‌های عقب هم کافیه، اگرچه سرنشین پنجم در وسط ردیف عقب راحتی زیادی نخواهد داشت. برعکس در اوپل آسترا فضای بیشتری هم برای سرنشینان عقب و هم در صندوق عقب این ماشین در نظر گرفته شده و اوپل را از نظر جادار بودن سرتر از دو رقیبش قرار میده. اما کدوم یکی زیباتره؟ اگرچه زیبایی از نظر سلیقه‌های مختلف متفاوته، اما واقعا نمیشه منکر زیبایی بدنه و ظاهر اسپورتی سئات لئون شد و اکثر رنگ‌های این ماشین به طراحی بدنه اون میاد. به علاوه طراحی داخلی این ماشین با کیفیت بالای جنس داشبورد و صندلی‌ها حس یک ماشین لوکس رو به سرنشین‌ها میده. اوپل شباهت زیادی به سئات داره. حتی در پاره‌ای از اوقات ممکنه بدون توجه به آرم روی این دو ماشین اونها رو با هم اشتباه بگیریم. اما تودوزی چرمی اوپل تا حدی اون رو از سئات متفاوت میکنه، اگرچه هنوز هم طراحی داشبورد اون به پای سئات نمیرسه. فورد فوکوس رو خیلی نمیشه یه ماشین زیبا محسوب کرد. اگرچه محدودیت هایی که قوانین ایرودینامیکی در طراحی ماشین ها به وجود آورده اکثر ماشین های شهری رو شبیه هم کرده، اما واقعا نمیشه زیبایی خاصی در طراحی این مدل فورد دید. شاید هم به همین دلیل باشه که وقتی کار به رقابت قیمتی میرسه فوکوس برتری مشخصی نسبت به دو رقیبش پیدا میکنه. با قیمت $29,000 فورد فوکوس یکی از پرفروشترین ماشین‌های شهری در اروپا است. اوپل آسترا و سئات لئون هر دو با قیمت $33,000 ماشین‌های گرونتری هستند. اما کدوم یکی قوی تره؟ اگر رنج موتور 1.6 لیتری هر مدل رو در نظر بگیریم، شتاب و قدرت اوپل آسترا یه سر و گردن بالاتر از دو ماشین دیگه خواهد بود. توان 135 اسب بخاری این ماشین باعث میشه تا به راحتی سئات 108 اسب بخاری و فورد 118 اسب بخاری رو پشت سر بذاره. از طرفی سئات اگرچه از هر دو ماشین ضعیف‌تره، اما میزان آلودگی کمتری داره، یعنی فقط 87 گرم دی اکسید کربن در هر کیلومتر در مقابل 103 گرم برای اوپل و 98 گرم برای فورد. در نهایت میشه گفت اگر قیمت کمتر براتون مهمه برید به سراغ فورد فوکوس. اگر دنبال یک ماشین زیبا با آلودگی کم هستید سئات جواب شماست. و اگر هم از ماشین هاچبک خانوادگیتون هم قدرت و شتاب میخواید و هم فضای کافی، اوپل آسترا. اینم از چرخ و موتور این هفته. بله، یکی از چیزهایی که جدیداً قسمتی از زندگی روزمره ما شده سلفی گرفتنه. حالا خود سلفی که به کنار، این سلفی استیک‌ها یا همون چوبای سلفی هم دیگه جایگاه خاص خودشو داره. سلفی اینقدر مهم شده که اصلا اسم سال 2014 رو گذاشتن سال سلفی. اما توی سال 2015 دیگه سلفی های معمولی جواب نمیده و امسال سال سلفی های هنریه. بله، همین سلفی گرفتنهای هنری به جای رسیده که تعداد افرادی که با سلفی گرفتن جون خودشون رو از دست دادن از کسایی که توسط حمله کوسه کشته شدن بیشتر شده. شاید دلیل اصلی که مردم دوست دارن به جاهای خطرناک برن این باشه که دوست دارن با همین عکس‌ها کلی معروف بشن. یه نمونهش هم لی تامسونه که توی ریو میره بالای مجسمه مسیح و از اون بالا از خودش یه سلفی هنری میگیره. البته که تامسون با این عکس کلی معروف شده، ولی سلفی گرفتن بعضیا دیگه واقعا خطرناکه. مثلا یه آقا توی آمریکا تفنگش رو میذاره زیر گردنش که باهاش سلفی بگیره، ولی به خودش شلیک میکنه و کشته میشه. یا مثلا توی روسیه 2 نفر موقع کشیدن زامن نارنجک توی کوه میخواستن از خودشون سلفی بگیرن که نارنجک منفجر میشه و دیگه اصلا نمیتونن سلفیشون رو ببینن. بله، یکم خب اینا جای تاسف داره ولی خیلی هم کمدی به نظر میاد. خلاصه اینکه این اتفاقات بعد باعث شده که این توی بعضی از کشورها مثل روسیه و فرانسه یه پوستری چاپ بکنن و از مردم خواستن که از سلفی گرفتن بالای دکل‌ها کنار حیوانات و مقابل قطار جدا خودداری کنن. اینم بگیم که تا الان 12 نفر جون خودشون رو به خاطر سلفی گرفتن از دست دادن که واقعا تأسف آوره. بله، واقعا هم جای ناراحتی داره، چون کسایی که جون خودشون رو به خاطر این مدل سلفی گرفتن و از دست دادن
یا توی تعطیلاتشون بودن یا اینکه به مکان‌های دیدنی رفته بودن که اونجا باشن با هم دیگه عکس بگیرن، ولی با یک تصمیم اشتباه غزل خدافظیشون رو خوندن. واقعا تأسف‌آوره. حالا با هم بریم چند تا عکس ببینیم از کسایی که به جاهای واقعا دیدنی رفتن توی آمریکا و روسیه و اسپانیا و از خودشون این عکس‌ها رو گرفتن و توی اینستاگرامشون گذاشتن که البته توی همین جاهای دیدنی قبلا افرادی بودن که به خاطر گرفتن عکس و سلفی جون خودشون رو از دست دادن. من عکس‌ها رو می‌بینم میترسم. چه برسه بریم اونجا وایسی عکس هم بخوای بگیریم. خب براتون از گوریل 44 ساله بامزه به اسم کوکو بگیم که حسابی برای خودش سلبریتی شده و کلی هم طرفدار داره. این گوریل انقدر باهوشه که میتونه 1000 تا کلمه رو با لهجه آمریکایی به زبان ایما و اشاره متوجه بشه، همچنین 2000 کلمه رو به زبان انگلیسی بلده. حالا برای تولدش برای چند تا گربه گرفتن که رفتارش با این گربه‌ها واقعا دیدنیه. البته اینو اضافه کنم که بغیر از بااستعداد بودنش، کوکو تحت نظر یک دانشجوی پزشکی به اسم پنی بوده که تخصصش هم درباره آموزش زبان به گوریل ها بوده. بله همین الان هم پنی مربی کوکو. اینم بگیم که این گوریل حسابی الان معروفه و همچنین گفتم یه سلبریتی برای خودش، چون چند تا فیلم و مستند راجبش ساخته شده. بله بگذاریم. خیلی‌ها برای ثبت کردن اسمشون در لیست رکوردهای گینس باید سالها تلاش کنن و به قولی از هفت‌خوان رستم رد بشن. ولی بعضی هم برای رسیدن به این هدف اصلا نیاز به تلاش و تمرین ندارن. بله درست مثل یه پسر 23 ساله اهل ونزوئلا که بزرگترین سایز پای دنیا رو داره و تونسته که اسمش رو توی کتاب گینس ثبت کنه. سایز پای این پسر که اسمش رودریگزه 40. البته این سایز پای راستش بوده، سایز پای چپش هم که 39 و 6 دهم هستش. از طرف دیگه قدش هم 2 متر و 20 سانته که از بلندترین مرد دنیا فقط 30 سانت کمتره. بله رودریگز گفته که وقتی 10 سالش بوده سایز پاهاش در عرض 1 سال از 38 به 46 تغییر پیدا کرده. اینم بگیم که به خاطر همین موضوع توی مدرسه همیشه مسخرهش میکردن که در نهایت مجبور میشه ترک تحصیل کنه. بله مادرش هم گفته رودریگز وقتی که 10 سالش بوده با سردردهای شدید و درد مفاصل روبرو بوده و بعد از اینکه ازش اسکن گرفتن فهمیدن که غده هیپوفیزش بیش از حد فعاله و در نهایت هم خودش گفته که امیدواره که بتونه دوباره درسش رو ادامه بده و از این حالت افسردگی بیاد بیرون. بله. قبل از اینکه به پایان این قسمت برسیم بریم با همدیگه چند تا عکس از یک سری زوج ببینیم که طرفدار دو آتیشه سریال گیم آف ترونز هستن. برای همین رفتن به کشور کرواسی و اونجا توی لوکیشن های مختلفی که توی سریال بوده از همدیگه عکس گرفتن و بریم با همدیگه این برنامه رو ببینیم.
خیلی خوش اومدید به بخش آخر برنامه. آقای دکتر صالحی اینجا هستن. خوب هستین؟ سلام. خوش اومدید. خوبی شما؟ چطوری؟ مرسی قربان شما. امروز راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ والا جا داره که پیشاپیش فوت ناگهانی هادی نوروزی بازیکن با اخلاق تیم پرسپولیس رو به همه هموطنمون و مشخصا خانواده محترمش تسلیت بگم. این اتفاق ناگوار شاید بهانه‌ای شد که بخوام امروز راجع به مرگ ناگهانی تو ورزشکاران جوان یه چند دقیقه صحبت بکنیم. شاید اولین باری که یک ورزشکار جوان دچار در واقع مرگ ناگهانی بعد از ورزش شد برمیگرده به 2500 سال قبل که یه جوان یونانی از ماراتون به آتن در واقع داشت میدوید 26 مایل که خبر پیروزی در واقع یونانی‌ها رو علیه پرشین ها بگه و اون شاید اولین نمونه‌ای باشه که رکورد شده و ضبط شده. مشخصا نمونه‌های مشخصی تو چند وقت اخیر همه شنیدن و تو اخبار هم دیدن که چقدر ورزشکارای حرفه‌ای حالا یا در زمین تمرین یا حین مسابقه یا در مواقع دیگه مثل استراحت و خواب دچار عارضه مختلف میشن و دچار مرگ ناگهانی میشن. این اتفاق در آمریکا بیشتر در مورد در واقع 2/3 آمار مال ورزشکاران بسکتبال و فوتبال آمریکاییه. سراسر دنیا در جز آمریکا بیشتر آمار مربوط به فوتبالیست‌های حرفه‌ایه که میگن ساکر پلیر. حالا دلایل اصلی این اتفاق عارضه‌های قلبیه. وقتی میایم فکر میکنیم که عوارض قلبی چی میتونه باشه، مهمترین عاملی که در واقع اون مهمترین عارضه قلبی که منجر به مرگ ناگهانی میشه اختلال در سیستم الکتریکی قلبه. میدونیم همون که قلب کاری که انجام میده پمپاژ خون به همه اندام‌های بدن. این کار رو از طریق عضلات قلبی انجام میشه و در واقع ضربان و نظم ضربان قلب به وسیله یک سیستم الکتریکی تنظیم میشه. اگر این ضربان ناخودآگاه نامنظم بشه و افزایش در واقع زیاد داشته باشه، قلب عملکردش رو از دست میده. قلب به سرعت میزنه بدون اینکه خونی پمپ بشه و این میتونه باعث مرگ ناگهانی بشه. سوال پیش میاد که چرا یک جوان ورزشکار باید دچار این اتفاق بشه؟ این در واقع مهمترین عاملش یک عاملی که بهش میگن، حالا من سعی میکنم از اصطلاحات بهش کمتر استفاده بکنم، وقتی که شخص عضلات قلبیش بزرگتر از حد متعارف باشه، سپتوم که در واقع لایه‌ای که دو تا بطن رو جدا میکنه بزرگتر از حد متعارف باشه، این اتفاق میفته که بهش میگن هایپرتروفیک کاردیومگالی یا کاردیومایوپاتی. یعنی در اثر این اختلال که معمولاً مادرزادیه، ضربان قلب بالا میره، نامنظم میشه که بهش میگن VF در اصطلاح پزشکی، Ventricular Fibrillation. این میتونه باعث این بشه که قلب عملکردش رو از دست بده، ضربان سریع بدون فانکشن، پمپاژ خون رو انجام نمیده، چون خونی نمیره و این عامل اصلی و مهم مرگ ناگهانیه. دلایل دیگری هم وجود داره. یکی از دیگر دلایل اختلال در کرونری آرتریه. کرونری آرتری عروقی هستن که به قلب خون رسانی میکنن. کار قلب خون رسانی به همه اندام هاست و خود قلب هم احتیاج به خون رسانی داره. این کار از طریق این عروق انجام میشه. هر گونه اختلال در این عروق که باز هم معمولا مادرزادی هستش، حالا این اختلال میتونه از طریق این باشه که بعضی از این رگ‌ها از جای غیر نرمال منشأ میگیرن، بعضیاشون زوایایی دارن که باعث انسداد میشن و خون به قلب نمیرسه و عملا باز هم قلب اون کارشو از دست میده و این میتونه باعث مرگ ناگهانی بشه. دلایل دیگر هم وجود داره که در واقع بعد اینها هستن اختلالات دریچه قلبی هستن و یا پارگی آورت. مشخصا نمونه آخر که پارگی آورت هست در یک بیماری که در واقع بیماری مارفان نامیده میشه بیشتر دیده میشه. بیماری ارثی هستش که در واقع بهش میگن کانکتیو تیشو دیسوردر.